یه ملت، دعای یک ملت، قلب یک ملت پشت راه این هادی چوپان ما هست. هادی چوپان است، جمهوری اسلامی ایران، قهرمان رقابت‌های سال 2022، نفر سوم 2021، نفر سوم 2900، نفر چهارم 2020. توابع سپیدان شیراز این چهره، اصالتا بختیاری و مشهور به گرگ پارسی، به این شکل با تشویق حاضرین در سالن حالا در بزرگترین صحنه رقابت‌ها حضور پیدا میکنه. هادی چوپان، ماشاءالله پسر. بریم برای ساندوی دوم، چیزی که این پسر تو توانشو داره. چقدر زیبا فیگورهای منحصر به فرد هادی چوپان ما، مرد ورزش ایران شد در سال 1401. ببینید به چه شکل با هنرنمایی خاص خود جمعیت رو دعوت میکنه به تشویق بیشتر. فیگورهای زیبای هادی چوپان. بریم سراغ عضلات پشت منحصر به فرد امسال خودش. حرفی رو برای گفتن نذاشته. دیگر شاگردان هانی رامبود از تکنیک فیلهیس هم استفاده میکنه برای تشویق حضاری در سالن با اعتماد نفس بالایی که حالا پیدا کرده. شیپ فوق العاده، کاندیشنال ترتمیز. بریم سراغ عضلات زیر بغل. چقدر ترتمیز پسر داره برای ما در بزرگترین رویداد ورزشی فیگور میگیره. ماشاءالله پسر، یک گرگ درنده امسال در بزرگترین تالار المپیا. سال 1390 تا 1395 پایه ثابت تیم ملی بود. به سختی ویزا گرفت، بدون حمایت هیچ کسی به بزرگترین رویداد المپیا اومد. حمایت می‌خوانیم ورزشکارامون. با تک تک هادی چوپان رو داریم یه صحنه رقابت‌ها. امیدواریم حمایت‌ها صورت بگیره و این شیر پسر ما و امثالی، چون هادی چوپان دیگه دغدغه‌ای برای گرفتن ویزا نداشته باشن.